تشخیص پریورین فیک از اصلی. بایر یه شرکت آلمانیه که به کشورهای خاورمیانه داره و کل دنیا داره محصولاتش رو ارسال میکنه و مواد اولیه‌اش از آلمان به کل کشورها ارسال میشه و وارد کشورهای ترکیه، عمان، امارات، دبی میشه و تولید میشه و بسته‌بندیشون به همون زبان تولید میشه و پخش میشه. حالا شرکت بایر اصلی بخوایم از خود آلمانیش باشه، راه تشخیصش چیه؟ ببینید دوستان، این نمونه پریورین اصلی هستش که اگه دقت کنید، بیام جلوتر دقت کنید، تمام حروفا و کلماتش به زبان آلمانی نوشته شده و به این آرم روی بسته‌بندی هم توجه کنید و نشونه کامل پریورین اصلی همونطور که گفتم بهتون نوشته های آلمانیش هست که رو پشت بسته‌بندی نوشته شده. شما میتونید پریورین اصلی رو از سایت دارونفا خرید کنید.